پس برای اولین بار در کشور قرار این کار انجام بدیم. تا حالا هیچ مشاور کنکوری انجام نداده و یه پروسه جالبیه، یه چالشیه. یکی از پسرها رو باید انتخاب کنم، اون پیرن قهوه‌ای آره سلطان. آفرین، خود فهمیدی نه؟ دقیقاً. و این چالش رو قرار روش پیاده کنیم. چالش چیه؟ چالش چیه آقا؟ خوب گوش کن. چالش اینه که برای عباس تاکید میکنم، این اولین باره رو میگم چون تا حالا همچین اتفاق نیفتاده. ما یک دستگاه دروغ سنج آوردیم و قراره بفهمیم که آیا دروغه یا راسته. بله، تشویقش کنید که بیاد بالای صحنه. سیفی کو؟ سیفی رو هم تشویق کنید. نه دستت نکشید بکنی، بشین راحت باش. میکروفون دست حسینه. آقا اصلا هیچ نگرانی نداره دروغ بگی برق میده بهت. هیچ نگرانی نیست، برقش هم چیز سنگینی نیست. روشن شد؟ سوال اول، باقر جان باید بری کنار. تا حالا شده به مشاورت گزارش کار دروغ بگی؟ کم و بیش نه زیاد. نه نه اوکی. بله درست جواب. خب میکروفون جلو دهنت نگرد. خب همه دوستات پسرن؟ آره. بله درست. خب بریم سوال بعدی. تا حالا شده به دوستات بگی درس نخوندی ولی کامل خونده باشی؟ آره. بله باریکلا. یعنی با صداقت کامل داره پیش میره که هیچ اتفاق براش نیفته. خب بریم. تا حالا شده تو آزمونی تقلب بزنی؟ نه. آقا دروغ گفت. برقی هم گرفت؟ آره؟ نه درد چیز نداشت. درد نداشت ولی برقو گرفت. پس تقلب زدی. یکم فکر کن. چیز نه آزمایشی اینا نه مدرسه. آقا بعد تشخیص دستگاه درسته. آقا یه تشویقش کنید. سیفی بیا دیگه. تشویق. اون بر بسیم. بردو کنیم بر بسیم من کنیم بر بسیم. خب سیفی بیاریم چه خبره؟ ای اصلا اول برق تو رو میگیره. استرس داری؟ چون کامل بر اساس استرس حرف میزنه. نه شوخی میکنم بشین. هر دستی که راحت تری. خب یواش باش. یواش میگه بپرسی. میکروفون جلو بکن. ماسکتو بکش پایین. اوکی سلام دارم. اشکال نداره. باشه. خب تا حالا شده به مشاورت گزارش کار دروغ بدی؟ نه. نه آفرین. بچه‌ها ما همه صادقن. سلامت باشی. خب بریم. خب یه سه دیگه بود بس. حالا بریم. همه ای دوستات پسرن؟ برو دیگه. آقای سوالو میفهمین دیگه قاعدتا. نه آقای مشاورش کی بود؟ آخاش این دستگاه اشتباه نمیگه، تو شاید اشتباه بگی. آفرین. آقا از مشاورات راضی هستی؟ 100%.
الان مشخص میشه الان مشخص میشه جهان مادر دقیق بگی. نه درست آقا تشکیل. خب آخرین سوال بزن باقا جان. طریقی دست درست بشه من اشتباه گذاشتم. آره. نه. خب چیکار می‌کنی؟ بزن دوباره الان درست برق نگیر علی. دو سوال بپرسم. خب بس نزن راهی داری که تو زندگیت هیچ کس ندونه فقط خودت بدونی؟ نه. بزن. نه. درسته آقای تشویق دیگه تمام باقا جان مرسی آقا مرسی از همه شما عزیزان که تشریف آوردید و این کاری که باز انجام دادیم تا حالا هیچ جای ایران انجام ندادن شما اولین نفراتی بودید که این دروغ سنج توسط مشاور رو دیدید ما هر دفعه سعی کردیم یه چالشی بذاریم که برای شما عزیزان جذاب باشه امیدوارم صحبت‌هایی که امروز کردم و نکاتی که گفتم رو استفاده کنید هدف من و تمام مشاورینی که شب و روز زحمت میکشن برای شما عزیزان موفقیت شماست من یه لحظه جنبندی پایانی بکنم یه 2 دقیقه دیگه تحمل کنید تمامه ویدیو رو بگیر الجان من به عنوان کسی که 7 سال تو حوزه مشاوره کار میکنم بیش از 1000 دانش آموز داشتم جوانترین مشاوری بودم که بالای 10 برنامه توی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کردم به عنوان جوانترین کارشناس تو این حوزه و کسی که بالای چندین همایش چند صد نفری گذاشتم امروز یه چیزی رو واقعا باید بهتون صادقانه بگم شاید کمتر مشاوری پیش میاد که اینقدر رک بخواد همچین چیزی رو بگه چون خیلی از مشاورین و خیلی از مدرسین به هر حال هرچی کنکور رو بوت بزرگتری درست کنن درآمد بیشتری دارن اون مافیای پرپولتر میشه و جیباشون بزرگتر میشه این صادقانه ترین و رک ترین جمله‌ایه که شاید برای اولین بار از زبون من بشنوید آقا ما به هیچ عنوان در مسیر کنکور نه تکنیک خاصی داریم نه کتاب خاصی داریم نه کلاس خاصی داریم هیچ چیز خاصی نداریم فقط یک چیز مهمه اینه که درست درس بخونی تو مسیر درست تلاش کنی